که حال ملت او وقت میفهمی، تو درد ملت اونگاه میدانی. والله به نفت گپ میزنم. هر کسی که میشنوی این خطاب به همه امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. وقتی ما شما پورا شده میره، عنوان ما غذای نور است، لقمه نور است. خداوند برای شما این لقمه را نصیب بکنه. خداوند این لقمه را براتون نصیب بکنه که سر لقمه دنیا امروز جنگ است. ببینید جنگ دنیا سر چی است امروز؟ فکر میکنم تک تک که ما هر طرف میکنیم سر ما است. بیغم باشین برادرای محترم، علم سیاست بفهمیم. جنگ امروز جنگ اقتصاد است. جنگ چیست؟ اقتصاد. حتی بعضی رو دماغ میمانی ما تو هم نیست، بعضش هست و بعضش نیست. جنگ امروز جنگ اقتصاد است. نان از دانت بگیره. شرق و غرب امروز در جنگ است. امروز اگر بالای نفس پایبانی توسط روزه میتونی. امروز اگر میخوای از کافر کمک نگیری توسط روزه میتونی. امروز اگر میخوای عملت قبول شوه توسط روزه میتونی. امروز میتونی بالای کی مورد دشمن است؟ شیطان. چه قسم شیطان رو شکست میدی؟ توسط روزه میتونی شکست بدی. ریسمان شیطان کی است؟ النساء حبال الشیاطین، زنان بی حیا، دور از خواهرای با حیای ما در دانشگاه ها میبینیم، ما در سرک ها و جاده ها میبینیم. الله ما را ببخشه. اینا کی هستند؟ اینا ریسمان های شیطان هستند. حضرت محمد مصطفی علیه السلام میفرمایند که النساء، زنان بی حیا، دور از با حیایشان، ریسمان شیطان است. شیطان در گردنت کمندش حلقهش اندازه. چه قسم جوان خود پهلوان میسازی، چه قسم خود نجات میتی، چه قسم ورزش برات یاد بتیم که خود نجات بتی. بله اون فیگور گرفتن چیست؟ روزه. او که کسایی که پرورش کار میکنن بزرگ تو پشو که آمده سهل شیر دان که صفها بشکند. شیر آن است آن که خود را بشکند. خودت بشکن. توسط چی؟ گشنگی، تشنگی. الیاس علیه السلام اسرائیل در جانش آمد، جانش میگیره. گریه کرد. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت از روزه هایی که در تابستان میگرفتم حسرت میخورم که از اون محروم میشم. زمستان خواستان است، در تابستان نشه داره، کیف داره. آیا رمضان رو فراموش کردین؟ کراچیوانهایی را میدیدم، دکاندارایی را که حلقه کشتش نه میامد لباسه کشت تر میکرد، باز میرفت سر کارش، مجبور بود لقمه نانی هم پیدا کنه، اما روزش نمیخورد. او تشنگی برش خیلی نشه داشت و لذت داشت. رسول الله میگه صلی الله علیه و سلم للصائم فرحتان، برای روزگیر ولو نفلی ولو فرضی دو خوشی است. یا خوشی در وقت افطار، سبحان الله، شاید گریه بگیری در وقت افطار، شاید اشکت بریزه، شاید قلبت بلرزه، دستکایت بالا یا پایان. اللهم لک صمت، ای الله برای تو روزه گرفتم. اگر نمازخوانم نباشی نمازخوان میشی چون روزه گرفتی. اگر اهل جماعت نباشی جماعت میره چون روزه گرفتی. اگر حریص دکانت باشی دکان قفل میزنی چون روزه گرفتی. اگر قرآن خوان نباشی قرآن میخوانی چون روزه گرفتی. اگر دروغ میگفته باشی نمیگی چون تو روزه گرفتی. بسیار زیاد است. اما رسول الله در جای دیگری چی میگه؟ بگوییم صلی الله علیه و سلم. در اینجا خود میگه که دو خوشی است. یک خوشی به وقت افطار، دیگه خوشی کجا است؟ ملاقات. با کی ملاقات داری؟ آقای روزگیر، خانم روزگیر. خواهرها خفه نشون، اونا هم روزه هستن. با خدا خواهرها از ما که زیادتر روزه بگیرن. با کی ملاقات میته الله روزه تو را؟ با الله جل جلاله. ای روزه سفیری است که تو را به الله میرسانه. بگوین الله اکبر. دیدار برات نصیب میشه. خدا با برکت شما برای ما هم نصیب بگردانه. اما در اخیر حدیثی که بسیار زیبا و مبارک است از جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم: الصوم جنة من النار. صوم سپر از آتش است. یا صوم در حدیث مطلق می آید سپر است. سپر در برابر بلا، سپر در برابر معصیت، سپر در برابر نفس و شیطان، سپر در برابر کفار، سپر در برابر ترسی که داری. و یک گپ جالب، شاید بعضی ما ترسو باشیم، همین خواهرها زیاد میترسن، حالا بلا آمد، جن آمد که نمیفهم چی آمد، چی کنه قوی شود روزه بگه. کسی که از الله میترسیده همه چیز از او میترسیده. آرزومند هستم که
بالای حیات الدین و شنونده هایش سخن حیات الدین نه، سخنانی که از قرآن کریم خواندیم و احادیث پاک محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم خواندیم، بالایتان تاثیر کرده باشه و روزه را بگیرید. ماه 3 بار درجه پایانش، ماه 8 بار دوشنبه و پنجشنبه این خوب باید بگیرین انشاءالله. و از این که پیشتر یک روز بعد روزه حضرت داود علیه السلام. علی مرغینانی صاحب هدایه است، هدایه را به شکم خالی نشته که در روزه بودم مبارک. صاحب هدایه فقه کتاب معتبر ما احناف علی مرغینانی در چند ماه هدایه شریف روزه بوده نشته میکنه. خدا روح اون مبارکایی که یاد کردیم شاد بگردان، قبراشون پر نور کو، خصوصا جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. خانی بی فاطمه صاحب میره که بی فاطمه کجاست؟ عین فاطمه هو صائمتون یا رسول الله. و روزه است. دید که در خانهش یک مسجد در جمع میراب چسبیده این پوست مبارکش. نان کجا پیدا میشد؟ حضرت علی صاحب ظاهرا فقیر بودن، چسبیده. خو یک نان در اون بغلکش ماندگیش نان جو. پالوی بی فاطمه منتظر پدر از بیایه با روزه را یک جا افطار کنه. پدر که داخل شد، بی صاحب مادر ما، مادر رئیس زنان جنت، این مبارک، این رئیس صاحب واقعی، این رئیس صاحب این از این رئیس یاد بگیرد. رئیسه های ما شاید خواهرای ما را به دیگه طرف تشویق کنند، اما بیا رئیس صاحب از دختر محمد مصطفی یاد بگی زندگی را، دستور العمل اسلام را، ایمان را یاد بگی. رسول الله علیه السلام داخل محراب نشست، دختر از جایش خیست، السلام علیک یا رسول الله. امینان برای شما نگاه کردیم، ما هم نان نخوردیم تا بهار. و بدن پدر که مان گفت بچیم، پدر از 3 روز شده بود که نان نخورده بود. انبیاء کرام میتونستن هفته ها هم نخورن، ولی به خاطر ما که ما نمیتونیم. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاه. در مورد مسواک میگه اگر در امتم سختی نمیاد به هر نماز میگفتم مسواک بزنن، اما چون برشان سختی اگر مسواک بزنی خوب است یعنی حاله، اما سختی که می واجب نکردیم بگردن، یا تراویح که واجب نشد. پیغمبر گرامی میخوان ولی فهمید که واجب میشه با خانه خوان. با حضرت عمر صاحب خواندن که ما شما نفل یا سنت گفته میخوانیم. رحم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. برادرای بسیار محترم، رحم به جان ما بکنیم، خود ما را از آتش دوزخ نجات بدیم. با تمام اعمال صالحه، خصوصا روزه نفلی. فرضی رقمش بسیار بالاست، این نفلی بود که من برای شما تشریح کرده آمدم. یک برادر یک روز مرا گفت که مولوی صاحب به هر جای رفتم تداوی نشد، مرض لا علاج است. شما رو گفتن که کدام دوا یاد داریم؟ گفتم بله بابا بسیار دوا پیش ما است الحمدلله. نسخه هایی که پیدا میشه، گفتم یک دوا در شب میگم، یک دوا در روز. چون رسول الله میگه بلند بگوین صلی الله علیه و سلم، در جنت یک قصر است که از بیرونش درونش معلوم میشه و از درونش بیرونش. لمن یا رسول الله، بری کی است ای پیغمبر گرامی علیه السلام؟ گفت کسی که نرم خوش اخلاق است، شیرین گپ میزنه و صدقه میکنه، و مردم خواب است، شب به تهجد میخیزه و میفهمین پسان چی گفت؟ و روزه میگیره. ما گفتم من از این 4 گپ 2 گپش برای تو میگم. او کاکا گفتم جور میشه انشاءالله، تو جور میشه چی کو؟ ما تو نصف شب بخی تا سحر گریه کن، نماز بخوان، روزه بگی. همه روز نه، مرش گفتم یک روز روزه بگی، یک روز بخو، انشاءالله جور میشه. والا مولای صاحب نه ایره نمیتونم. تو که نمیتونی، انا لله و انا الیه راجعون، مردن فاصل است. یک کاکای بزرگوار گفت این پایم درد میکنه. این غم پایم درد میکنه، امی چطور شود؟ دوایش چی است؟ هر چی که تداوی کردم نشد. گفتم دوای پای شما کاکا جان خاک است. هیچ نفهمید که من چی میگم، یعنی قبرستان جا که رفت تداوی میشی. باز پیش رو دخلین درد پای تو که هستی کاکا؟ خاله اما تو که بغم درد ظاهر هستی؟ درد باطل تداوی کو، غم ایمان بخو، او را خداوند خودش جور میکنه. اگر جورم نکنه مهم نیست.
یک کسی که چشمش اعماست از مردم عرب، فکر کنم جو من براتون گفتم، ازش میگه که میخوای چشمت جور شو؟ گفت نه، زیرا در روز قیامت به حضور خداوند میگم که چشم نداشتم، اگر برای من رحم کنی. ما چشم دارا چه جواب میتیم؟ به چی گناه به چشم بوده که نکردیم؟ الصوم جنة. روزه بگی جوان، متعلم، محصل، طالب علم دین، قاری قرآن، معلم صاحب، اساتید محترم، مامورین گرامی، دکانداران، زندار و بیزن. خب با زنها تماس داریم نداریم؟ اکثرا شما در شهر زندگی میکنیم، هر طرف زنهای روی برهنه هستند با استایل‌های عجیب و غریب که با کمندها و ریسمان‌های شیطان می. تو زنم داری. اگر نمیتونی خود کنترل کنی، اگر تقویت بلند نیست، روزه بگی. روزه بگی. خود به خود روزه حیا را میاره، روزه تقوا را میاره، روزه سپر است، روزه کوه است، روزه دریاست. اگر با تقوا هستی حاجت گفتن من نیست، تو بیا از روزه میگیری. میفهمید من چی بگم براتون؟ اگر شما به تقوا هستین، چشمتون میخوره به نامحرم، یعنی پوست کندن بگم دل میره. اگر دل میره خود تو به تقوا هستی روزه بگی. اگر نه تو با تقوا هستی، من نمیگم روزه بگی، با تقوا خورا میگن که روزه میگیره، او خودش روزه هست دیگه. آجا تشویق ما چی هست به او؟ خدا ما شما را هوشیار بگردانه. وقتی ما شما پوره شد، میخوام هم مگیتان با آواز بلند عنوان بگوین چی بود؟ آفرین لقمه نور، گر تو گیری لقمه از خوان نور، خاک و ریزی بر سر نان تنور. ابراهیم ادهم یک جای میمان شد. سب مثل که امروز اگه آنجای میگیرین بالا برین سر مولا عیسی بالا مرا دیگه نه خود دیگه بالا ما رو نمیگم، خودی من بالا خود بالا برو بالا سای مرغ علایده وی پلاو علایده وی کباب علایده وی چی و حسرت میخوری در شهر که در وطن که مردم نان خوردن نمیافه. بالا بشی بالا. با خدا خجالت ما گوی اشتراک کردیم ششتیم بالا، ولی خجالت شدیم و الله چی جواب میتونه روز قیامت برد. از زیر قولش ابراهیم ادم کسی میمان که بالا رفت، از زیر قولش یک کمی نان جوا کردش خورد. ابراهیم گفت شما از این نانا، گفت نوش جانتون بخورین، بسم الله کنین، حسابش روز قیامت بتین. بعد گفت یک منقلی از آتش بیارین. منقل از آتش که با سنگ در بینش داغ شده بود آوردن. اوچت برخواست، گفت ابراهیم یک لقمه نان جو داشت خورد، حسابی داد، پایان شد است. گفت شما هم خوردگیتون حسابی بیتین. همه سر افکنده شدن. خداوند بالای ما رحم بکنه. ما نمیگیم نان جو بخورین، ما میگیم پلاو بخورین، کباب بخورین، دارین بخورین، حلال بخورین. خب کمی روزه هم بگیرین، همون حقی که دیروز میخورین به غریب بتین. در یک کافی دو جوان میره، دو جوان نان میخوره. پشو که پیسر ما میتون، پشو پیسر ما میتون، یکی زید نام داره یکیش بکر. احمد و محمود ما مثال نمیتیم، چون نام مبارک محمد مصطفی است صلی الله علیه و سلم. یکی زید است یکی بکر. خود دو خوراک کباب خورده چند میشه؟ 4 خوراک. اگر 100 روپیه کم ارزان بای بگیریم 500 100 و چند روپیه است. این 500 گاهی وقت ما هم خوردیم، شما هم بخورید. یعنی گاهی روزه هم بگیرید که قبل فقیرها رو بخورید. بازی زید چی میگه؟ چند شد کاکا؟ 500. نه ما میتونم این تیلا بکن. پشت که ما میتونم. من یک روز با یک از دو جوانا سر خوردم. تو چی میکنید بچه ها بخیر؟ ما رئیسو جنجال داریم. باید چی جنجال داریم؟ این میگه ما میتونم، این میگه ما بتون با عدیتون میتونی یا یکیتون میتونی به رستوران والا پیسه. گفت نه یکی ما دیگه. گفتم یکیتون به رستوران والا بتین، یکیتون اونو بچه که رنگ بوت رنگ میکنه 500 به او بده. تو خوب از میدادی نه؟ اگر دروغ نمیگی، اگر تو سخی، اگر تو مهربانی، اگر تو یک دلت با پیسه نمیسوزه، بده به او کسی که بود رنگ میکنه. کاکا بود رنگ کنم. نه کاکا خیره بود رنگ میکنم. کاکا چی میگه؟ برو گم شو بود رو پیشتر رنگ کردیم. ای کاکای نوجوان، او برات گفته نمیتونه کاکا 20 رو ببریم بته. او با غیرت است، او افغان است، او مسلمان است. تو روزه به یک دل از او با خبر شوی. بچه یکی بولونی میفروشه، ازش میپرسن 12 بجه شب است. چی میکنی اینجا؟ بولونی میفروشم. خب بچه 12 بجه شب است. خب مادرم گفته که بولونی نفروختی به خانه نبی، نمیمانم در خانه. مادرم ملامت نیست. مادر شوهر نداره، مادر نانآور نداره.
بازی برادری که نوش جان این مجاهد، این دوست خدا، این دوست خدا، این عالم دین. با 4 کتاب که من مولا نمیشم، با 4 تا کتاب 5 تا 6 تا کتاب خواندن. دین عمل است. این عالم دین، این دعوتگر، این مسلمان. پیسر از بیش میگه $100. میگه بچه‌م کوکوی چی است؟ میگه بولانی های تو میخرم. بولیان رو کوکو میگیره، $100 رو برش میته. پس این بولانی رو برش دوباره میده. این کار شده. یکی از برادرای این کار کرده. با افتخارش بگین الله اکبر. روزه بگی، روزه که بگیری دلت نرم میشه، نفس پایمال میشه، ذهن روشن میشه. برای متعلم مواصل بسیار خوبش است. نابغه میشه، نابغه اگر روزه بگیری. چرا علمای سابق گنگس و گل نبودن؟ روشن، زیرک، علامه ها، حافظین حدیث. چرا اینقدر عقلشان ذهنشان بالا بود؟ اینو اکثرا روزه میگرفتن. ما خواهمی فقط پرتو که نمیپردی. ولی او بچه یک لقمه دیگه هم بگی بس از تیر شدید، یک لقمه دیگه هم بگی. چرا میگه یک لقمه دیگه هم بگی؟ یک لقمه رو به همسایه روان کن. اون روز در یک جای بودیم کباب آورده خودم، الحمدلله خداوند باز برای شما نصیب بکنه. خوردیم، یک چند سیخ زیادی کرده. امیر بگی تو شما نوشیدن کنید. ما خو اشتها ندارم. امیر مولای صاحب که نگیری شد نداره. ما تو میره اونو با برادر بیت که چای صبح نخورده. والا راست میگیش، فکرم نیست. ما تو فکرت کجا هست کاکا؟ فکر تو با کجا هست؟ اونو به اون طرف سعی کن نشان میتون برد که به کی بتی. نخو یک لقمه کم کو، یک لقمه به کسی دیگه بتی. گذشتگان مغفرت، حاضرین توفیق. خدایا تو عاقبت ما را به خیر بگردان. تو به ما توفیق بده یا رب. شیرینی که دین داره یا رب هیچ چیز نداره. شیرینی که عبادتی تو داره یا رب هیچ چیز نداره. شیرینی که غذای نور داره، روزه داره، هیچ چیز نداره یا رب. خدایا توی شیرینی رو برای ما نصیب کن. تو به ما انسانیت نصیب کن. تو به ما مسلمانی نصیب کن. تو به ما بندگی نصیب کن. تو ما را از او زنده کننده های سنت های ترک شده رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردان. یعنی ما را زنده کننده های روش پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم بگردان. گذشتگان ما را بخشش کن، حاضرین ما را بخشش کن، غایبین ما را بخشش کن، گناه های ما را بخشش کن، ایمان ما را قوی کن، نفس ما را پایمال ایمان ما بگردان، درون ما را صاف کن، لقمه حلال نصیب کن. الهی در دم اخیر بی ایمان ما نسازی. الهی آن وقتی که روزه و نماز، قرآن و دین در قبر به سر وقت اون مردم میرسه، ما را از اون مردم بگردان. الهی در میدان محشر طبق حدیث ترمذی شریف که روزه مردم را شفاعت میکنه، روزه ما را به سر وقت ما برسان، قرآن و رمضان را به سر وقت ما برسان. الهی در دم اخیر بی ایمان نسازی. الهی در جنت نتیجه روزه که دیدار توست، لقای توست، وصال توست، جمال توست یا رب. یا رب او را بر ما نصیب بفرمای و تو توفیق ما بده. ما گفتیم هنوز نکردیم، ما شنیدیم هنوز نکردیم، تصمیم داریم. تو ما را سست تصمیم مگردان، تو ما را به استقامت مگردان. شیطان خیلی کار میکنه که ما را نگذاره و تو ما را توفیق بده که ما با فرق شیطان بزنیم، با یاد تو و با روزه گرفتن تو و به سجده کردن به دربار تو و به عشق ورزیدن به کلام تو و به سنت حبیب تو محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و آخرین قول ما را کلمه مقدس لا اله الا الله محمد رسول الله.